السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. متاسفانه این ویروس مرگاور کووید 19 بالاخره به تاجیکستان هم رسید. خدا نکند که سرنوشت ما در تاجیکستان به مثل سرنوشت خیتای و ایتالیا شود. پناه به خداوند. اکنون مردم همه در اضطراب و پریشانی و در پی پیشگیری از این ویروس مرگاور هستند. اما هیچ یکی از مردم علت و سبب ظهور و پهن شدن این ویروس را جویا نمی شوند که چرا خداوند این گونه بیماری های گذرنده را بر ما نازل می کند. سبب در چیست؟ ما ایمان داریم که هیچ کار و حادثه به اذن و اراده پروردگار صورت نمی گیرد. پس معلوم می شود که این ویروس هم با اذن و اراده الله مقتدر فعالیت دارد. پس آیا باری هم فکر کرده اید که چرا خداوند این ویروس مرگاور را بر سر ما آورده است؟ سبب در چیست؟ سبب آن را در سخنان سرور کائنات جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم جویا شوید. از حدیث های گوهربار نبوی ثابت است که عام شدن زنا و فحشا سببگار پهن شدن کسلی، وبا و بیماری های گذرنده است. در روایت ابن ماجه آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی که در قوم زنا و فحشا عام شود، در بین آنها طاعون یعنی کسلی، وبا و چنان بیماری های پهن می شود که در گذشتگانشان نبوده است. روایت ابن ماجه. شما خود بهتر می دانید که در تاجیکستان زناکاری چگونه در اوج است. قبلا از 100 نفر 1 نفر به زنا مبتلا می شد، ولی الان برعکس از 100 نفر 1 نفر از زنا سالم مانده است. یعنی عدد زناکاران چه زنان و چه مردان خیلی زیاد شده اند که حتی زنان شوهردار و دختران درون خانه و نورسان 15 ساله و 16 ساله هم به زنا دست میزنند. وقتی چنین حال باشد، پس بلای خداوند همه را فرا میگیرد و نیک و بد همه را به کام خود میکشد. پس خوب به یاد داشته باشید که این ویروس مرگاور نتیجه عملهای بد خود ماست و دارد ما را به هلاکت میبرد. خداوند در آیت 3 سوره شورا میفرماید ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یعنی هر مصیبتی که بر شما می آید به سبب گناهانی است که انجام داده اید. صدق الله العظیم. پس این را خوب بدانید که یگانه راه نجات از این گونه بلاها بازگشت به سوی الله مهربان است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.